ببینید یه خانم 78 ساله است که با علاقه به کمبود حافظه و سردرد و سرگیجه مراجعه کرده. تو این مریض ما یه ضایعه پیدا کردیم در منطقه تریگون سمت چپ بیمار. همینجور که مهندس اینجا این ضایعه رو مشخص کردن برای ما، با تزریقش رو میشه بذاریم مهندس. این ضایعه با توجه به MRI با تزریقی که براش انجام شده و نوع رنگ گرفتنش، سن بیمار و نوع نکروزی که داره، از دید ما احتمال خیلی زیاد یه تومور بدخیمه که معمولاً از نوع GBM. معمولاً برای چنین تومورهایی اگر تومور کوچیک باشه یا در موقعیتی باشه که جراحیش سخت باشه یا تعدادشون زیاد باشه. الان همونجور که اینجا میبینید این بیمار چند تا ضایعه داره، یعنی یه ضایعه اینجا داره، یه ضایعه اینجا داره و این یه ضایعه هم پشت این داره، یعنی 3 تا ضایعه داره. توی عمل جراحی نمیشه تمام این ضایعات رو حذف کرد و کار خطرناکیه. بهترین کار برای همچین مریضایی اینه که ما میایم با کمک دستگاه نویگیشن به اینا آخرین تکنولوژی‌های دنیاست. یه MRI خیلی ظریف انجام میدیم، اینو در اختیار کامپیوتر قرار میدیم، کامپیوتر به سر بیمار سینک میشه و بر اساس راهنمایی که کامپیوتر ما میکنه و مسیری رو که قبل از عمل با کمک مهندس طراحی میکنیم وارد تومور میشیم، یه نمونه برمیداریم و از لحاظ ژنتیکی و مولکولی بررسیش میکنیم و تصمیم میگیریم که چه درمانی رو انجام بدیم.